start recording و توی مصطفی اینجا میزنم RS recorded sessions. من شروع کردم. اگه سوالی دارین با سوالات شروع میکنیم، اگه ندارین من شروع کنم. Just a minute. Hello. سلام استاد، صدامو دارین؟ آره اه خوبین، خسته نباشین. چه جالب. یا وبکم جواب نمیده. حالا فعلا که اینترنت خوبه. تیپیکلی وایس کاله. استاد من وی پی رو خاموش کنم؟ آره وی پی ان من اینا همه رو توضیح دادم. وی پی ان نمیخواهد، اپلیکیشن نصبی نیست، یک دونه لینکه، کلیک میکنی باز میشه. نحوه ضبط رو من فرستادم براتون الان جلسات. استاد من فراموش کردم وگرنه اوکی. سلام. خب مصطفی میکروفون روشنه و روی موزیکه. الان خاموش شد. خب مقدمتا من برای خودم زدم رو ضبط. خب هر کسی باید برای خودش بزنه رو ضبط. بعد اگه با هد پیس یعنی هدست یا ایرفون یا اینا نه صدای اکو داره. الان مصطفی چون که با هد پیس نیست، از طریق اسپیکرش صدا میره بیرون، میره توی میکروفونش، تبدیل به اکو میشه، به خصوص اینجا 4 نفر میخوام باشیم. پس مصطفی الان باید میکروفون تو خاموش کنی چون دقیقا از سمت صدا شما اکو داریم. جلسه رو من ضبط میکنم، سعی میکنم هر جلسه ضبط کنم، ولی چون حجمش زیاد میشه 400 500 مگ، باز باید تبدیل کنم و نرم افزارهای تبدیل که بشه 150 مگ حدوداً. بعد اگه لازم بود آپلود کنم. یعنی به هوای ضبط من نباشین. نحوه ضبطم فرستادم. چرا؟ چون هم من باید اینو رو تبدیل کنم، هم باید آپلود کنم. بعضی روزا ممکنه من کلاسام بک تو بک باشه دیگه اصلا فرصت نکنم. پس هر کسی خودش ضبط کنه. چگونه ضبط کنی؟ الان اسکرین من هر 3 نفر دارین. آره من دارم. میتونین بچه‌ها یا صحبت کنین یا سمت راست پایین یک علامت چت باکسه، برین توی چت باکس تایپ کنین اگه جایی هستین که نمیتونین صحبت کنین. بعد بچه‌ها استاد من یه تیپیکلی لحظه وبکم واجب نیست. حالا جلسه اول جهت اینکه هلو هاو آر یو معارفه و این داستانا، یعنی به خاطر که خودتون راحت باشین، من وبکم شما رو لازم ندارم، یعنی میتونین خاموش کنین اگه میخواین. نحوه ضبط من جلسه در اسکای روم رو اوکیشم، این اینم بالاتر بس شد زدم. هدستم. بله اینجا لینکی هم که الان اومدین پین شده، لینک ثابته، یعنی همیشه با همین لینک میای. مقدمتا اگه سوالی هست بپرسین، اگه نه که یواش یواش شروع کنیم. Do you have any questions at the beginning? No. خب من شروع میکنم. استاد این Yes. وبکم رو من چجوری میتونم یک دونه علامت دوربینه، خاموشش روش کنم؟ یک دونه کلیک میکنی. اگه با کامپیوتری، اگه با گوشی یک دونه تب میزنی، خط مورب روش ظاهر میشه و خاموش میشه. نه با کامپیوترم. خب یک دونه وبکم اون پایین با داریم، این روش یک دونه کلیک کامپیوترم. میکنی. تمام. آها درست. یا خب من مرسی. You're welcome. سوالی اگه داری مقدمتا بپرسین بچه‌ها. سوالی مقدمتا ندارین. پی دی اف ما اینجا داریم. ضبط هم فقط آخر جلسه. اول هر جلسه یادآوری کنی که توکلی بزن رو ضبط. آخر هر جلسه هم یادآوری کنی که سیو کن، چون ممکنه 1% یادم بره. به هوای ضبط منم نباشین. اگه نیاز هست که ضبط رو داشته باشین، آموزش ضبط رو تو گروه فرستادم. 1 دقیقه آموزششه، 1 دقیقه هم انجام میشه، 2 دقیقه. یعنی شما 2 دقیقه تایم بذاری ضبط رو اونجا میتونی برای خودت اوکی کنی. خب همونجور که یادمونه از جلسه‌های قبلی، ما ابتداء حالا بچه‌هایی که رایتینگ پری بودن که هیچی، رایتینگ 1 که بند دیسکریپترز نداشت، رایتینگ 2 که هر 4 نفر میدونیم که همه با هم بودیم، بند دیسکریپترز رو بحث کردیم. بند دیسکریپترز بحث کلیش همون چیزایی که ما برای تسک 1 داشتیم،
کلیتش همونه. ولی اگه شما این فایل PDF جداگانه‌ای که الان توی اسکرین هم داریم می‌بینید من برای بند اسکریپتر فرستادم، میگی توکلی این که جدا کرده که گفته به رو آیلتس رایتینگ مثلا اینجا صفحه 5 PDF آیلتس رایتینگ تاسک 1 بند اسکریپترز 3 صفحه، بعد یک صفحه کامل جدا کرده قرمز کرده آیلتس رایتینگ بند 2 تاسک 2 بند اسکریپترز. میگم اگه بشینی بخونی کلیاتش یکیه. حالا من حضور ذهن ندارم ولی تیپیکال اینه که من اول بار که این رو برای بچه‌ها باز میکنم به علت اینی که خودش این تایم میبره به نظر من ارزش داره یک جلسه 90 دقیقه کامل براش گذاشته بشه. چرا؟ چون کل ترم قبل با هم بودیم دیگه، کل سیستم نمره دهی بر همین مبنای اینه که ما اینو بشناسیم. حالا من تیچر باید به اندازه خودم بشناسم، یعنی با درک بسیار بسیار عمیق‌تر، با تفسیر، حالا تفسیریه بعد جاش تفسیر دقیق‌تر. شما زبان آموزم اگه مثلا میای من مثلا سی بهت میدم 2، خب باید بدونی چرا 2 شده، یه کلیتی از این بدونی. اگر که به قول انگلیسی correct me if I'm wrong، اگه اشتباه میکنم بهم بگین. چیزی که من یادمه به شکل انتخابی ما در تسک 1 که بشه سیستم مؤسسه راهپویندگان رایتینگ 2 grammatical range and accuracy رو تیچ کردم و باز کردم و بستش دادیم و بحث کردیم. این جلسه حدوداً ما 3 تا 30 دقیقه اگه در نظر بگیریم، میگم حتی این میارزه ما 90 دقیقه کامل بذاریم براش، انقدر میارزه. ولی من مد نظرم اینه که اولش 1 ساعت برای این بذاریم، 30 دقیقه هم استارت کار رو بزنیم که آقا تسک 2 چیکار کنیم، 1-2 صفحه هم از دل درس‌ها بریم جلو. حالا سوال اول، آیا ترم قبل گراماتیکال رنج اند اکیورسی بحث شد؟ که احتمالاً جواب باید بله باشه. حالا یا بهم بله بگین یا توی چت باکس بهم یک بی یا وای یک چیزی تایپ کنین. مصطفی میگه آره. خب این ترم اگه خودتون استنباطی دارین با توجه به اینکه یک درک نسبی دارین از رایتینگ، چرا میگم نسبی؟ چون خب تسک 2 رو کار نکردیم و تسک 2 برابر ضریبش، پس درک نسبی یعنی یک درک 33%، یعنی 1/3 داستان رو تا حالا فهمیدین چی شده و احساس میکنین که در یکی از دیگر سرفصل‌ها تسک اچیومنت که اسمش در تسک 2 میشه تسک ریسپانس، همونه، فرقی نداره. CC و LR چون گراماتیکال رنج اند اکیورسی رو ترم قبل اولین جلسه بحث کردیم دیگه، نمیخوام دوباره تایم بذاریم. در سگانه بعدی TR میشه از این بعد اسمش به جای TA. CC و لکسیکال ریسورس هر کدوم لازمه بگین تا من بحث رو شروع کنم. هر کدوم پیشنهاد دارین، اگه پیشنهادی نداشتین من یکیشو انتخاب میکنم دیگه، همینجوری خیلی فرقی برام نداره. پس سوال اینه با توجه به درک 1/3 که از داستان رایتینگ دارین که خب حالا تسک 2 با تسک 1 تفاوتایی داره، کدوم کیس رو میخواین که الان انالایز بشه؟ استاد صورت خلاصه میتونیم بگیم جان مثلا اینا چیه این تصمیم مثلا تیاره رو مثلا به صورت خلاصه بگیم بهم. مگه نبودی اولین جلسه ترم قبل؟ ترم قبل این تاسک اچیومنت بود. این الان فقط تایتلش عوض شده. آره. آره گفتم دیگه، همین الان تو حرفم گفتم همونه. ام. خب یکم سریعتر سوالی که میگه به انتخاب ام. خودتون، بقیه دوستانم کامنت بدن که استارت بزنیم. من من اگه دوباره بگم میگم که همون با توجه به رایتینگ هایی که نوشتم میگم دوباره همون جی آر ای گراماتیکال اشکال نداره، ما اینجا میخوایم قضیه. نیازهای شما برآورده بشه، من که برای من هیچ فرقی نداره. آره چون من شما میگه من آقا تو من رایتینگ هایی گرامر که بازم کم میکشم دوباره میگرفتم. گرامر مشکل دارم. آره وقتی من تو مشکلم همش اینجای تمرین همه کردم. نمره‌ام بالا بوده 8 7 8 7 گرامریوم اومده میشده 5، خب طبیعتا من گرامر رو باید با دیدگاه دقیق‌تری ببینم. خب گرامر ساله هم میگه فرقی نداره، میونه احسان. هلو. گرامر فرقی نداره، سکوت. پس میریم گرامر با وجودی که تکراری میشه، چون ساله عملا گفت فرقی نداره. من از روی این شروع میکنم بچه، اینو باز میکنم. اول از همه ما باید بیایم ببینیم اینجا جماعتی که مخاطب منه به عنوان تیچر که شما 3 نفر باشین، نمره هدفتون توی چه رنجیه، ما بریم اون رنج رو کار کنیم. یعنی اگه ما بخوایم الان بیایم مثلا سمت چپ بندا رو نوشته مخفف و بند اسکوره 9 ما بیایم بررسی کنیم، من خودم ادعای 9 رایتینگ ندارم، پس 9 منتفیه، 8 احتمالاً منتفیه،
از اون بر 0 و 1 و 2 و 3 و 4 و 5 منتفیه. حالا بهم بگین 6 و 7 رو همیشه هم شما بندی که هدفته باید قبل و بعدش رو بخونی. یعنی اگه گرامر رو میری به نیت اینی که گرامرت بشه 7، شما باید 6 رو بخونی، 7 رو بخونی، 8 هم بخونی. حالا با پیش‌فرض گرامر 7 اینجا من برای خودم یادداشت کنم. اگه آماده این من شروع کنم. یک بله یه سی تایپی. اوکی. پس ما میریم بند دیسکریپترز، ستون چهارم نمره 6. ستون چهارم اینجا من عملا اومدم توی بخش تسک 2 جدول که اگه جزئیاتی متفاوت بود با تسک 1 رو جزئیات به هر حال تفاوت داره. این به این خاطر که اصلا 2 تا جدول شده، اگه نه که یکی می بود دیگه. میگم آقا رایتینگ کلا بند دیسکریپترز. پس من اینجا همونجور که توی اسکرینم میبینی اینو براتون بزرگ میکنم. ویدئوهایی ترم قبل اول ترم فرستاده شده، ترم قبل برین توی گروه بند دیسکریپترز رو سرچ کنین، 4 تا مینی ویدئو فرستاده شده. چرا این ترم نفرستادم؟ احتمالاً در ادامه بفرستم، چون مطالب از ترم قبل فوروارد میشه. احتمالاً مطالب بوده که جلسه دوم براشون فوروارد کردم. پس ما بذاریم من سمت چپ رو یک چکی بکنم که مطمئن باشم توی بند 6 هم. اگه نمره‌ای که بهتون میدم مثلا معترضین یا فکر می‌کنین کمتر میشه بیشتر میشه، داستان از این قراره که grammatical range and accuracy, a mix of simple and complex sentence forms is used but flexibility is limited. خب ما هنگامی که بحث سیمپل و کامپلکس رو داریم، من اینجا پینتو باز میکنم براتون. just a second. پیری نمیدونم پیری کسی با من بوده از شما یا نه. بچه هنگامی که ما راجع به ساختارهای جمله sentence structure صحبت میکنیم، استاد عذر میخوام برانسید. yes یا با توجه به اینکه فکر می‌کنم 5 و 6 و 7 رو با همدیگه کار کردیم، یعنی من الان پیش‌فرض میدونم که میخواین سیمپل و کامپلکس و ساختار سیمپل و کامپلکس رو توضیح بدید. دقیقاً اگر موافق بقیه بچه ها موافق هستن یکم فاندمنتال تر، یعنی بیایم پایین از چون من یه بار خوندمش، کل جدول رو خوندم. از خب پایین از صفر که شروع میکنی میای بالا هیچ ایرادی میبینی نداره. اون هر پروگرشن رو رنج میتونی میاد. ببینی، پیشرفته رو آره هر چی رنج میاد بالاتر که ما متوجهی ببینیم که دقیقا مثلا رنج به چه صفر معنایی و یک. مویرگی بحث بشه. من نظرم اینه، حالا بقیه نه دوستان مشکل نمیدونم. نداره بچه، ما یک جلسه رو حدوداً 2/3 یک جلسه رو، حتی میگم تا سقف یک جلسه میارزه که برای این بذاریم. چرا؟ چون اساس 9 جلسه بعدی رو اینه دیگه. انگار این پایه‌های یک ساختمونه که ما بدونیم چه کار کنیم. ایده خوبیه. نمره 0 اگر غایب باشی یا به طریقی به ممتحن اثبات بشه، پروف، کلمه پروف رو داریم که شما جواب رو حفظ کردی، مثلا سوالا رو که بهت فروخته، شما هم یک معلمی گرفتی یک جوابی بهت به عنوان سمپل انسر داده، تو حفظ کردی، به چه طریقی این اثبات میشه من نمیدونم، مثلا موضوع بحثمون هم نیست. اگه غایب باشی یا پروفی برای اون ممتحن اثبات بشه به هر طریقی که شما جواب حفظ کردی کامل، توتالی 0 میگیری. پس این شد نمره 0 به شکل کلی. حالا ما میایم نمره 1 گرامر. Responses of 20 words or fewer are rated at band 1. Not rateable language is evident. پس شما اگه به هر دلیلی مثلا تسک یک وقت زیاد گذاشتی، سر امتحان حالت بد شده، زودتر اومدی، چون رایتینگ دوستان آخرین بخش آزمونه، ممکنه به هر دلیلی شما خسته بشی، سرگیجه بگیری، قند خونت بیفته، هزار یک داستان. حالا نمیخوایم تو حاشیه بریم. اگه شما 20 تا کلمه یا کمتر بنویسی، به علاوه اینکه کلمه کمتر نویسی، تی آر رو که اسم جدید تسک اچیومنت، تسک ریسپانس کم میشه، شما اینجا ادله اویدنت و مدارکی برای ممتحن فراهم نکردی که بیاد نمره بتونه بهت بده. کلا مثلا 2 تا جمله نوشتی، پس اون مدارک و ادله‌ای نداره که بره نمره 6 رو به شما مثلا مارک کنه یا 7 مارک کنه، چون رنجی نداشته. چون 2 تا جمله که نوشته باشه، اصلا کامپلکس کامپاوند هم نوشتی، یک دونه نوشتی، بازم یک گرامر نوشتی، درسته گرامر سطح 8 نوشتی، ولی 2 تا جمله 8 نوشتی، رنج رو نمیبینیم. پس عملا کلمه کمتر، رنج کمتر.
به این دلیله که دوستان بهتون میگم 253 تا کلمه اگه مینویسی اون فایده ای نداره. درسته که گفته 250 تا کلمه بیشتر، ولی اینجوری خودتون گول نزنید که مثلا 5 تا بیشتر نوشتیم 255. چرا؟ چون شما عملا رنج کمتری رو میتونی نشون بدی، اتوماتیکه بعد چیزا. یعنی اگه من شما رایتینگ به من بنویسی 253 تا باشه، اتوماتیک من تسک ریسپانس رو کم میدم. میگه آقا ما که نوشتیم که. چرا؟ چون تو دیولپمنت کمتری داشتی. اتوماتیک کم میدم، یعنی 9 رو برمیدارم، 8 رو برمیدارم، نه که کم میدم میام اون رو 2. چون من اول که نمره میدم یک نمره رو ست میکنم، بعد میرم اونو آپدیتش میکنم. مثلا مثال میزنم از سال ترم قبل، وقتی که من شروع میکردم میدیدم اوورویو نداره، پایین رو نگاه میکردم میدیدم که اینکلوژن نداره، میرفتم نمره سی شو 4 میذاشتم و تسک اچیومنتشو که بعد 4 رو آپدیت کنم که بشه 3 یا 5. یعنی اگه نداره اومد رو 4، همون اول من اینجوری که دارم تایپ میکنم میرم عدد رو برمیدارم. پس دوستان درسته که ما 20 کلمه قرار نیست بنویسیم، ولی از این میتونیم الگویی بگیریم که اگه شما کلمه داری کمتر مینویسی اونجا، احتمال اینکه نمره گرامرت بیاد پایین بیشتره، چون کمتره، عددی کمتره دیگه، پس مدل جمله هایی که ارائه دادی کمتر میشه. اگه مثلا 350 تا مینویسی، ممکن همه رو سیمپل بنویسی، نسسریلی به این معنی نیست که 350 اتوماتیک گرامرت بیاد بالا، ولی کسی که 350 تا مینویسه خب رنج بیشتری رو میتونه دابل کمپراتیو نشون بده، شرطی ها رو نشون بده، کامپلکس های مختلف رو، ادجکتیو کلاس برای کامپلکس ها، نان کلاس، ادوربیال کلاس، بعد ردوست ریلیتیو کلاس. اون گرامر سطح C1 و C1 به بالاتره. شما وقتی جمله بیشتر داری خب طبیعتا 2 تا 4 تا دیگه رنج بیشتر رو میتونی، نه که نسسریلی. ممکنه هم 400 تا بنویسی، همه رو جمله سیمپل بنویسی، ولی کسی که 400 کلمه مینویسه 350 تا، حالا منظورم عددهای بالاتر از 250، احتمالاً رنج بالاتری داره. نمره 2 there is little or no evidence of sentence form exception in memorized phrases. فرم جمله ها یا جمله ها ناقصه یا فرم های مختلفی نداره، مثلا سیمپل، کامپاوند، اینا دیده نمیشه، یا اصلا جمله ها ناقصه، بیشتر این به جمله ناقص میخوره. کسایی که سطح زبانشون ضعیفه، من داشتم زبان آموز که مثلا وسط امریکن فایل 2 بودیم، نیاز مهاجرتی شدید ایجاد شد، خانمش کار انگلیس شوکه شده بود، اینم باید حالا یک نمره میگرفت که بره اونجا از پیش دورهای دانشگاه شروع کنه، اتفاقا الانم انگلیسه. گفت من میخوام امتحان بدم. گفتم تو وسط امریکن فایل 2 که گفت که پرونده خانم اوکی شده، منم بهتر زودتر امتحان بدم برم. فکر کنم 4.5 گرفت. خب این آدم ممکنه جمله‌اش ناقص باشه، گرامر میشه 2، ممکنه حالا جای دیگه بشه مثلا 5 و 6 که مثلا مجموعاً بشه مثلا 4. اینا هر جا توضیح میخواد، من یک چشمم به چت باکسه که اگه چیزی تایپ کردین من اونجا چک کنم و پوشش بدم. بذارین این برام من نگاهی بکنم ببینم تو نمره 3 این. بله، میایم نمره 3. Sentence forms are attempted. فرم های جمله ها، حالا شاید اینجا تایپ شاید منظورش باشه، بذارین تا آخر بخونم تا تفسیر دقیق تر بدم. تلاش کرده که فرم های مختلفی رو ارائه بده. But اما errors in grammar and punctuation predominate، یعنی غلبه داره. اینایی که میگم دوستان تفسیریه، به این خاطر اگه بعدا هم دیگر رو ندیدیم، ترم قبلا بهتون گفتم ممکنه ما بعدا مثلا شما 2 ماه بعد امتحان بدی دیگه تماس اون کمتر باشه یا قطع بشه. اگه نمره‌ای که آخرین تیچراتون بهتون دادن با نمره‌ای که ممتحن بهتون میده اختلاف یک نمره‌ای داره، اعتراض از نظر من بزنین. چرا؟ چون وقتی میگه پریدامینیت، خب این تفسیریه، متاسفانه این تفسیریه، یعنی میگه که غلط‌های پانکچویشنی و گرامری غلبه داره. از نظر من غلبه یعنی شما 10 تا جمله که نوشتی 7 تاش غلط بوده 3 تا درست. ممکنه ممتحن دیگه 8-2 ببینه یا 6-4 ببینه، درصداشو 60-40 ببینه. except in memorized phrases، بجز جایی که طرف حفظ کرده. میگه خب از کجا میفهمه؟ دوستان ممتحن آیلتس شدن یکی از شروطش اینه که اون شخص تجربه 5 سال تیچینگ به بزرگسال رو داشته باشه، به علاوه اینکه اینا دوره میبینن. پس اینی که از کجا میفهمم جوابای من حفظ شده، خیلی من فرمول دقیقی براش ندارم، اما منی که خودم چند سال تیچر بودم میتونم تشخیص بدم که آقا این جمله یعنی بافت کلام همخوانی نداره، جمله ها مثلا ساده و مشکل دار، بعد یک جمله سنگین و بدون مشکل ظاهر شد. این حفظیه دیگه،
که اسپیکینگ هم کلاس رفته باشین 100% معلمینتون بهتون گفتن که برحذر باشین از این داستان. خب except in memorized phrases or those taken from the input material. input material یعنی مثلا اون صورت سوال. input یعنی چیزی که به ما داده شده. مثلا از خود همون یک چیزی رو برداشتی. حالا شاید این input صورت سوال باشه یا نمیدونم اینپوت از جای قبل از امتحان مثلا ریدینگ بوده، جمله حفظ کردی اومدی تو رایتینگ داری استفاده میکنی. به هر طریقی اگه جمله حفظی دیده بشه نمره تعلق نمیگیره. تا اینجا سوال؟ No. This prevents most meaning from coming through. اینجوری که طرف جمله مینویسه معنی رو نمیتونه انتقال بده. الان من حالا وقتی کلاس گرفته میشه رایتینگ یکی از بچهای همین آخرین رایتینگ هایی که از رایتینگ 3 ترم قبل تحصیل کردم توش پر از علامت سوال و تعجب، سوال و تعجب، سوال و تعجب، سوال و تعجب. این اصلا من نفهمیدم این چی گفته. این مثال چون مثال جالبیه و چون جلسه داره ضبط میشه اسم اون زبان روز نمیخوام بیفته تلگرامو نمیارم، از مانیتور دوم استفاده میکنم برای اینی که سوالشو عملا من میارم کپی پیست میکنم از چت باکس تلگرامو. علامت تعجب زدم بعد برگشته گفته که استاد این جمله اوکی بود. دقیقاً روی تخته‌ای که اینجا ما داریم هر چیزی که تایپ میشه بچه‌ها میشه تخته جلسه و بلافاصله بعد اتمام جلسه براتون در گروه تلگرام فرستاده میشه. نگاه کنین این جمله رو توی رایتینگش بوده و من این جمله رو چه علامتی زدم دوستان؟ این علامت رو زدم. حالا بقیه‌اش چون که با وایسه دیگه قابل کپی پیست نیست ولی من میگم که چه اتفاقی افتاده اونجا. خب we are not only race to live in the earth. حالا به خاطر که منم همش دارم حرف میزنم و کلاس یکم خسته کننده میشه برام، بهم بگین که این جمله از نظرتون چه مشکلی داره، چه ترجمه‌ای میتونین براش در بیارین و برای من که گنگ بوده، یعنی اینو میخوام بگم دقیقاً تفسیر حاشیه نمیخوام برم ها، تفسیر this prevents most meaning from coming through رو میخوام بگم. یعنی بدترین علامتی که توی تصحیحاتون من میتونم بذارم، بدترین علامت اینه که منی که تقریبا 19 سال دارم تیچ میکنم جمله تو نفهمیدم. یعنی 19 سال با آدمای مختلف من کلاس داشتم به معنی لیدرلی، به معنی واقعی کلمه، با هزاران زبان آموز، ولی جمله انقدر داغون بوده که 19 سال تدریس من که این همه جمله غلط دیدم و میتونستم تشخیص بدم که این اینو میخواسته بگه ولی اینجوری شده، اینو دیگه اصلا نتونستم تشخیص بدم. انقدر داغون بوده. پس بدترین علامت توی رایتینگتون همین خواهد. حالا یک چکی بکنین ببینین این چه خطایی داره، چه ترجمه‌ای میتونین براش در بیارین. کپی پیست از چت باکس آخرین رایتینگی که بچهای ترم قبل فرستادن. حداقل بگیم که صدام هست اگه نمیخوان صحبت کنیم. صداتون من دارم. یا نکنه قطع باشه برای خودم دارم حرف میزنم. استاد صداتون که هست، فقط این که داشتم فکر میکردم مثلا این یه جور دیگه بگم میخواسته بگه که ما تنها نوع نژادی که توی زمین زندگی میکنیم نیستیم، ولی خب حالا نمیدونم چه مشکلی داشته. خب خدا خیرت بده، خدا خیرت بده. بعدن زبان آموز عیناً کپی پیست میکنم از تلگرام. من رفتم مثل رونالدینیو بود تو سر توپ میزد، طرف میرفت قاطی باقالیا، من رفتم قاطی باقالیا، بعد فهمیدم که این تازه اینو میخواسته بگه. دوستان من اینو اینجوری ترجمه کردم، طرف یک آر آورده بعد یک فعل ریس آورده، ریس به معنی مسابقه. حالا این کانتکست جمله قبل و بعدم طبیعتا در این برداشت من تاثیر داره. میگه توکلی چجوری تو اینو نفهمیدی؟ اون جمله قبل بعدی داشته که تحت تاثیر قرار میداده، مثل آهنربا که یک میدان مغناطیسی ایجاد میکنه، مثلا قطب‌نما یک جور دیگه میچرخه، اون قطب‌نما رو آهنربا تحت تاثیر قرار میدن. پس این جمله قبل و بعدش من گفتم آقا این ریس به معنی فعله، یعنی مثلا میگیم کشورهای آلمان و ژاپن ریس دارن تو اینکه خودروهای بهتری تولید کنه، یعنی مسابقه دارن، عجله دارن که این بهتر تولید کنه باز اون بهتر تولید کنه. من اومدم گفتم آقا آر گذاشته طرف با ریس، آر با فعل مگه میاد؟ اگه حال استمراریه که باید بگه we are racing.
اگه که ریس حال ساده، پس اون آر اونجا چی کار میکنه؟ من رفتم کجا، بعد این چی میخواسته بگه. دقیقا دارم بچه تکرار میکنم، اینا خاطر تعریف کردن اینا نیست، دارم بند دیسکریپترز رو باز میکنم. جایی که میگفت the meaning doesn't come through، مینی رو نمیتونی انتقال بدی با این نوشتت به طرف. خب اینو چی میذاش من قاطی باقالیانه میرفتم؟ یک گرامر کوچیک جملهش رو خراب کرد، پاراگرافش هم خراب کرد. به معنی واقعی میگم، و یعنی این سی رو میزنه خراب، چون من دیگه نفهمیدم اصلا این پاراگراف چی شد. به همین راحتی. حالا بهم بگین که اینو چیکار کنم. پس این دقیقا همین ریس این نژاد بوده، پس این آر درسته، ریس ناونیه درسته. حالا چی نداشته؟ تست گرامر. من آیدیایی ندارم. بقیه دوستان به همین راحتی، یعنی We واقعا من are not the نفهمیدم، واقعا همه چیزش خراب شد، جمله بعد و قبلیش هم خراب شد، چون من اینو یه چیز فهمیدم دیگه، we are not رایتینگ رو the زد خراب. only. تمام شده رفت. به همین سادگی. یک استاد به جای ده. این نباید میذاشته the only میومد. چرا دیگه؟ دقیقا. صدامو دارین اصلا استاد؟ آره شنیدین؟ صدا تو دارم. اول که شروع کردی شاید میکروفونت خاموش بوده، چون خاموش میکنی بعد روشن میکنی، بعد وقتی شما خاموشی داری آره حرف میزنی. آره به همین سادگی. آره به همین سادگی که میگم. پس شما یک ده که نمیذاری، من ریسو فعل برداشت میکنم، چون میگم فاعله، خب از فعل میخواد دیگه. وی ریس. ما مسابقه میدهیم. ما اون مسابقه به اون معنی که گفتم، ژاپن و چیز. مثلا توی اخبار داری مسابقه تسلیحاتی بین کشورهای خلیج، به اون معنی. خب این یک مثالی بود که چجوری میزنه همه چیزو میپکونه و میپاشونه. میریم ادامه داستان. Links may be insufficient to provide evidence of control of sentence form. طول، حالا اینجا باز مشخص نیست، یکم تفسیریه، طول رایتینگ رو میگه یا طول جملات رو میگه؟ احتمالاً طول رایتینگ رو میگه. مثلا شما 100 کلمه نوشتی، به هر دلیلی تسکه یک وقت تو گرفته، نمیدونم، ایده نداشتی که من اونقدر مدارک، مثل قاضیه ممتحن، مثل قاضیه باید بر مبنای مدارک، ادله و شواهد بیاد به شما نمره بده یا نمره نده. حالا دو تا، مثلا یه قاضی میتونه 2 تا حکم، قانون که یکیه، کتاب قانون هم که یکیه، بعد وقتا تفسیری میشه. مثلا من میام به یکی حبس ابد میدم، به یکی اعدام میدم، یک جزئیاتی تو پروندهشون فرق داشته، من از اون یک تفسیرهای متفاوتی کردم. حالا links may be insufficient، احتمالاً طول رایتینگش ناکافی بوده که فراهم نمی‌کرده که من ممتحن بدونم این سنتنس فرم های مختلف رو میتونه انجام بده، مثل همون کامپلکس و کامپاوند و غیر و ذالک. پس این شد نمره چند؟ نمره 3. بقیه‌اش رو چون این جلسه نمیخوایم همش بند دیسکریپترز باشه، باز بخونین توی تلگرام، یا اول جلسه بعدی اگه کیسی بود توضیح میدم. میایم نمره 4. نمره 4 امریکن فایلی و اینا اگه بخوام براتون صحبت کنم، میشه امریکن انگلیش فایل 2 و اون توی A1 A2 B1 B2 میشه A2، زبان آموز A2. مثل همون کسی که مثال زدم که بنده خدا 4 گرفت، اون مثلا A2 بود. A very limited range of structure is used. یعنی مثلا شما یک جمله ساده که به کار میبری، توش یک مقایسه‌ای با ER یا more هم داری. پس یک جمله ساده به کار بردی، یک دونه مقایسه‌ای با ER داری، یک دونه مقایسه‌ای با more داری. سقفش ممکنه یک جمله پسیو هم، پسیو آخر A توی اول B1 از لحاظ سطح گرامر، یک دونه پسیو اومدی استفاده کردی، ولی دیگه هیچ مدل مثلا شرطی توش نداره. اون جملاتی که از هو ویچ و دت و اینا ریلیتیو کلاس ها یا ادجکتیو کلاس، دو تا است، اونا رو دیگه نمیبینی. رنج داره، یک رنج خیلی محدود. subordinate clauses are rare. جمله وارهای پیرو. جمله وارهای پیرو وقتی میگه اسم دیگه برای اینکه شما دارید جمله کامپلکس میخوای تولید کنی. مثلا if you work hard، این ناقصه، بهش میگیم subordinate clause. you will be rich، یک ناقص. اینایی که میگم اگه نمیدونین چیه، جزوه پیری منو باید بریم بخونین یا هر چیزی معادلشو. subordinate clause آورده if you work hard are rare and simple sentences are predominant. if you work hard you will be rich، این میشه جمله کامپلکس. از اینا داره، خیلی ریره.
باز تفسیری میشه. ریر یعنی نادر، کمیاب. از نظر من یعنی 10% جمله ها. یعنی شما اومدی تلاش کردی اثر 10 تا یکش اینجوری تونستی بنویسی. And simple sentences predominate. باقی جملات I go to school نقطه، I wash my teeth نقطه. جمله این شکلیه کوچیک. حالا ممکن سیمپل طولانی هم باشه، باز جزوه پیری، یعنی ممکنه 2 خط باشه، بازم از لحاظ ساختاری سیمپل باشه. تعاریف اینا کامل به معنی واقعی کلمه بچه‌ها کامل توی جزوه پیری آورده شده. پس این که صرفا جمله طولانیه این به این معنی نیست که نمره بالاتری بگیره. میگی مثال بزن، یک مقدار میریم تو حاشیه، اگه جزوه پیری رو نگاه کنی و حالت رفع اشکال ازم بخواین بهتره. بازم اگه واقعا نمیفهمیم مثال بزنم، اگه نیازه الان بهم بگین. مثالی بزنم از جمله طولانی که بازم سیمپله. questions؟ استاد اگه بزنین که بهتره. علی و حسین هر روز به مدرسه میروند و درس‌هایشان را میخوانند و نمیدونم تکالیفش را نیز انجام میدهند. الان این جمله سیمپل. چرا؟ چون یک گروه فایلی داره، علی و حسین 2 تا فایل داره ولی بازم یک گروه فایلی داره. به مدرسه میروند و کارهاشون رو انجام میدن و تکالیفشون رو انجام میدهند. یک گروه فعلیه. پس یک ترکیب فاعل به اضافه فعل داره. خب شما اونای دیگر رو باید بشناسی. انگار من کل گرامر رو باید بگم. مشکلی با گفتنش ندارم. بس اینی که ما این ترم اومدیم برای رایتینگ 3 و اونا مثلا تو رایتینگ پیری بوده. شما باید در تقابل با این کمپاوند و کامپلکس رو داشته باشی که بتونید در تقابل با این قرار بدی. که چی باید بشه این که بشه کمپاوند؟ باید 2 تا گروه باشه. یعنی فاعل به اضافه فعل در یک جمله، اون طرف کنکتر با سو و اند و امثال هم با تو اینا، باز دوباره فاعل و فعل اون طرف، 2 تا ترکیب فاعلی فعلی میشه کامپاوند. جمله ناقص به اضافه جمله کامل به هم چسبیده میشه کامپلکس. پس اگه نمیدونین چیه عملا نمیتونین رنج رو نشون بدین، چون ممکنه ناخودآگاه نشون بدی دست به قلم ببری ولی آگاهانه نمیدونی. یعنی مثلا من اگه بهت 6 میدم و میگم رنجت کمه، بلد نیستی که 6 رو چکار کنی که بشه 7. چون این باید گرامر رو بشناسی که بعد بدونی آها این که اومده میگه رنجت کمه، من برگردم از اول جمله‌مو نگاه کنم، 5 تا سیمپل آوردم، 1 دونه کامپاوند آوردم، 1 دونم کامپلکس. به این دلیلی که نمره داده بهم مثلا گرامر 5. خب باید گرامرها رو بلد باشی که بدونی چی رو بیای بذاری که کامپلکس ها بشه مثلا 2 تا 3 تا. کامپاوند یک مدل، همه کامپاوندات با انده. کامپاوند با بات، سو، فور، اون فن بویز فور، اند، نور باید کامل بلد باشی که بیا مثلا 3 مدل باز کامپاوند بذاری، سیمپلات رو بچسبونی کنی کامپاوند. پس باز باید گرامر رو بلد باشی. الان من یکیشم که بگم احسان، بازم شما کار را نمیفته. پس جزوه پیری با گروهایی که توش پاسخنامه داره توی تلگرام موجوده که هر ترم من میگم. مصطفی رو میدونم شروع کرده، از 2 نفر دیگه خبری ندارم. قرار نیست جزوه من هر چی میخونی بخون. گرامری نیوز میخونی، اگه استاد مثال میزنم امریکن فایل میرفتی، بشین امریکن فایل ها رو از امریکن فایل 1 تا حالا 4 یا 5 گرامراشو بخون. اینجوری نیست که بگم حتما یه جزوه منو بخون. yes استاد پیری رو من شروع کردمش. این که شما میگین و very good. فقط این که اون انسر یک مثلا تمریناشو که حل میکنم انسراشو پیدا نکردم که اونو باز تو گروه اگه میشه بذاریم برام. حالا میگم اینا رو قبلا گفتم. الان اسکرین من داری؟ اسکرین شما رو داره. آره. خب الان من میرم اینجا رایتینگ 3-5، میرم احسان، گروه های مشترک. الان این گروه پیری رایتینگ 6 که شما عضوی، اسکرین هست که من ادامه بدم. آره دارمش. پیری رایتینگ 6 روش کلیک میکنی. الان یکی از صفحه جزوه رو که جوابشو میخوای بهم بگو. مثلا صفحه چند رو میخوای؟ استاد مثلا همون من تقریبا اولاشم. خب خب مثلا بگو. همون الان قسمت من الان جزوه پیری دم دستمه، الان رو میزمه. پرزنت سیمپل یه تمرینی داره همون صفحه های صفحه دوم بده، نه سومش فکر میکنم. دقیق صفحه بده. خب من الان استاد چون نمیتونم از صفحه خارج شم بیام خب باز تو الان من تلگرام میارم بهتون اینجا. نشون بدم.
حالا من میارم. اسکرین هست؟ آره یک لحظه. just a second. همه چیز اینجا در دسترسه. اینا خوبیای کلاس آنلاین. هایلایت میشه، ضبط میشه، جزوه آدم دسترس، سرچبله. خب آقا این جزوه پیری اول اومدم فرستادم، بعد بند دیسکریپتور رو نمیدونم چرا آوردم. بند دیسکریپتور رو در جزوه پیری به این خاطر آوردم، میگه توکلی تو گفته بود اونجا نیست که بگم بچه‌ها این رنجا رو یاد بگیرین که بعدن یک چهارم نمره. فقط به خاطر که همین یک جمله رو بگم این 2 صفحه رو به اول جزوه اضافه کردم. فقط به خاطر همین یک جمله که اول ترم بگم که آقا گرامر رو برای چی قراره بخونی. خب این فهرستشه، اینم صفحات اوله. اینا تمرین نداره. اولین تمرینی که از صفحه 10. حالا کجا رو میگی؟ برم عقب، برم جلو؟ آره همین صفحه مثلا اینو من کجا جوابشو پیدا کنم استاد؟ الان این پایین چه صفحه‌ای زده؟ بالا سمت راست توی این کانتر پی دی اف. 10. خدا خیرت بده. این گروه پیریک عضوی بالا سمت راست چه علامتی دارن؟ تو خود گروه سرچ کنم. فهمیدم. من فکر کردم یه پی دی اف میری رو مجزا داره. ذره‌بین، اینجا عدد 10 رو میزنی. طبیعتا 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 10 میاد. اینا از آخر به اوله. یعنی الان 4 تا ریزالت آورده سمت چپ، و آخریه کلیک میکنی. این کلیک، اینم بزرگ. این شو جواب. دستتون در نکنه استاد. مرسی متشکرم. قربانت. حالا اینا روش میری کلیک میکنی، کاپی مسیج لینک، برمیگردی، میتونی گروه درست کنی یا تو سیو مسیجز خودت. الان من میام اینجا، میرم احسان پیام شخصی پیست. حالا تو روی اینکه کلیک کنی میبرتت به اینجا. طبیعتا صفحه 11 بعدش. الان شد 11، این شد 12، این شد 13، مرسی این شد استاد 14. متشکرم. no problem. خب برمیگردیم به داستان خودمون. Some structures are produced accurately but grammatical errors are frequent and may impede meaning. خب اینجا ما توی آموزش زبان دوستان خطاهایی که خطای لپیه یا لغزیده، لغزش بوده میگیم میستیک. خطاهای بنیادین و اساسی رو میگیم error. یعنی شما مثلا اس3 شخص یادت رفته بگی، اون میستیکه، بله اونم نمره کم میشه، ولی اس3 شخص رو تو همیشه یادت میره بگی، این میشه error. یا معنی جمله عوض شده، این میشه error. پس error با میستیک تفاوتش اینه. میگه بعضی از ساختارها رو تولید کرده به دقت، اما grammatical errors، خطاهای بنیادین و اساسی، نه میستیک، خطاهای بنیادین و اساسی گرامری are frequent. دوستان اینه که میگم تفسیریه و اگه نمرتون با نمره‌ای که آخرین تیچر رایتینگتون میده، نمره آزمونتون 1 نمره اختلاف داره، اعتراض بزنین یا حداقل با تیچرتون مشورت کنین که آقا من اعتراض بزنم یا نه. شرایط اعتراضم ترم قبل گفتم، اگه نگفتم جدا باز بپرسین، چون الان بحث پیش میاد که بگم. are frequent یعنی چی؟ 80%، 70%، 90%، 95%. frequent یعنی چی؟ به نظر من 80 به بالا میشه. می ممکنه. خب اینا تفسیریه دوستان. ممکنه یعنی چی دقیقا؟ impede meaning. impede یعنی خلل ایجاد کنه. یعنی مثل اون جمله که آوردم براتون، این جمله که پای تخته دارین، این جمله معنی رو نامفهوم کرده، به این میگیم impede. جلوشو گرفته، مانع ایجاد کرده که من معنی رو بفهمم. اینا تفسیریه. تفسیرش بوده که اون کسی که تیچرتونه اون ترم، حالا این ترم من. punctuation is often faulty or inadequate. علائم نقطه گذاری، کاما، ویرگول، نقطه ویرگول، حالا هایفن، هر چیز دیگه ای که هست، عموماً باز این عموماً چند درصد میشه؟ آفن چه تعریفی داره؟ واقعا تفسیری 80%، 90%. فالتی یعنی خراب، مشکل دار، خراب و مشکل داره، یا اینادکویته. مثلا یک جمله کاما رو گذاشتی، جمله بعدی باز نگذاشتی همون جایی که باید کاما میخواسته. مثال رایجش در رایتینگ ها شما جمله ها رو با اند کنکت میکنین، کاما نمیذارین. تقریبا هر رایتینگی که من همینجور رندوم الان این رایتینگ رو بیارم حداقل یک دونه توش احتمالاً پیدا بشه. این شد تفسیر نمره 4. هر جا بیشتر تفسیر میخواد یا توضیح بیشتر میخواد باید بهم بگین، اگه نه که من دارم میرم جلو. خب من اینجا میام نمره 5، نزدیک داریم میشیم به اون جایی که شمایی.
میخوام سرعت رو بیشتر کنم ولی نه همینجوری یواش باید بگم که دقیق اینو جا بیفته. تون بگم ممکنه یه جایی در بره از دستم. The range of structures is limited and rather repetitive. عدد تنوعی ساختارهایی که داری خیلی محدوده. یعنی مثلا اومدی کمپاوندا با فنبویز که حساب کنی مثلا 5-6 مدل میشه. بعد کمپاوند رو میتونی اونا رو نذاری، نقطه ویرگول بذاری، یعنی جمله اول نقطه ویرگول، جمله دوم بازم میشه کمپاوند. این یک مدله. میتونی با قید ربطی کمپاوند بسازی، جمله اول رو بذاری نقطه ویرگول، قید ربطی، هر چی که میگم دوستان جزوه پیری این چیزایی که میگم و جزوه رایتینگ یک و جزوه رایتینگ. جمله اول نقطه ویرگول، اون قید ربط، کاما، جمله دوم. این مدلی هم میتونی همه رو یک مدل نوشتی. جمله کامپاوند داری ها، تنوع هم داره، ولی همه تنوعش به این شکله: جمله اول کاما، یک از اون کلمات فنبوز، جمله دوم. نیومدی یک دو تا جمله رو با نقطه جمله اول نقطه ویرگول، جمله دوم، یا جمله اول نقطه ویرگول قید ربطی کاما، جمله دوم. هیچ وقت این کارو نکردی. پس داره، رنج داره، ولی رنجش لیمیتده. حالا این تفسیر منه و صرفا اون مثالی که الان میگم یک مثال از کل مثالایی که میشه آورد. متوجه این چی میگم؟ یا مثلا یک مثال دیگه الان اومد تو ذهنم. جمله شرطی شما if کلاس رو میتونی اول بیاری یا دوم. If you work hard, comma, you will be rich. نقطه. جمله شرطی آوردی دو بار، مثلا شرطی نوع اول و دوم هم آوردی. حالا اینی که جمله شرطی نوع سوم داریم یا جمله شرطی میکس داریم، باز اینا هی رنج داره، به شرطی که بچه لازم باشه، نه که بچوپونیم. اینا رو که قبلا گفتم ترم قبل که بچوپونیم بدتر میشه، به شرطی که اون نچرال بیاد. حالا دو تا جمله شرطی بوده، دوتاش هم نچرالی لازم بوده، هر دوتا رو ایف کلاس اول آوردی، بعد اون کلاس بعدی رو آوردی. یعنی if you work hard, comma, you will be rich. باز مثلا 3 خط پایین‌تر if I were you, comma, I would buy that house. نقطه. خب این دومی ایف کلاس رو دوم بیار. I would buy that house بدون کاما if I were you. یعنی اینو جابجا کردی، باز یک تنوع داری به خرج میدی. یا مثلا همین جملات if. خب باز اینجا من چون نمیدونم دقیقاً گرامرتون تو چه لولیه، دقیق نمیدونم، اونقدری که رایتینگ نوشتین میدونم، جزئیاتشو نمیدونم. مثلا خود if، جملات if رو میشه 3-4 مدل آورد. حالا بذارید من هم چون حرف زیاد میزنم خیلی خسته کننده داره میشه کلاس برام، بیام اینجا. شما جملات if رو با چه سینونیمایی از if میتونی بیاری؟ سینونیم های if که میشه جملات if رو آورد ولی if نگی، اون میشه یک مورد. unless unless یکیشه. یکی دیگهش in case. آفرین، دوتاشه. اینا as همه تو as جزوای. soon as. آفرین آفرین. دیگه الان استاد اینا که گفتی همه B1. نمیدونم. خب نگاه نمرت پس چند گیر میکنه؟ نمرت رو چند گیر کرد؟ 5.5. حالا ببینم کی میتونه همینو ببره تا 7.5. اینا میشه نمره گرامر بره بالا. همش برداشتی با ایف نمیشه. خب بابا دو تا رو با یک مدل دیگه بنویس. خب دانشش اگه نداری دیگه بالاتر نمیره دوستان. شما بهترین معلم رایتینگ مشهد یا ایران هم که بگیری بازم همون رو 5.5 دیگه، سقف 6 بشی. تو باید بری این گرامرها رو یاد بگیری. حالا کلاس میری، خودت میخونی، یوتیوب ویدیو نگاه میکنی، هر کاری که میکنی بکن. باید بری گرامرها رو یاد بگیری، درست هم یاد بگیری، درست یاد بگیری. چون بعض وقتا طرف گرامرها رو یاد میگیره به زور استفاده میکنه. اینجا نمیاد، جمله شرطی نوع سوم نمیخواد. میگه ببین من گفتم شرطی استفاده کنم کامپلکس بیارم نمرم 7.5 بشه. میگه نمیخواد، اصلا اینجا شرطی نمیخواد. چی داری میگی تو؟ متوجه چی میگم؟ اونجوری اون گرامر، پس گرامر رو خوب نفهمید. اگه گرامر خوب میفهمید، گرامر یعنی ساختار رو فهمیده، مفهوم و کاربردش نفهمیده که داره اینجا میاره و اصرارم داره که ببین من جمله‌ام درسته. منتظرم. otherwise نمیشه. بزرگوار ساله. otherwise نمیشه. منتظرم. خب من اینجا دسترسی به دیکشنری هم چون که دارم، باز از امکانات کلاس آنلاین میزنم روی این.
چند ثانیه طول میکشه تا همه ریزالت ها رو برام بیاره. شما منتظرم که همچنان بهم بگین. خب کسی چیزی نگفت. دیکشنری که اینجا میبینین دیکشنری بابیلونه که اولوش 2300 تا دیکشنری روش نصب کردم. میرم روش کپی پیست میکنم. تخترم همیشه خواهید داشت بعد اتمام جلسه. دوستان اینا رو بعد به من میگفتی. منتظر اینا بودم. حداقل منتظر بودم یک نفر اینا رو بگه. اسکرین هست؟ کلمه رو دارین؟ بله استاد بله. خب الان سوالی که دارم اصلا شما اینا رو میدونستی؟ سوال مهم. میدونستی که میتونی به جای if بیاری provided that on condition that you buy that house I will help you. حالا بعضیش اسپوکنه، ما چون بحث رایتینگ داریم دیگه اسپوکنش رو هایلایت نمیکنن دوستان، ولی به درد اسپیکینگ خیلیش باز به درد اسپیکینگ. آها دنبال این بودم. دنبال اینا میبره مثلا نمره رو میکنه 8 8 و نیم. به درونات نمیشه ساله. نمیشه. دنبال پروواید دد بودم بچه‌ها. میگی مشخصا توکل چی می‌خواستی ما بگی؟ آها دنبال اینم بودم از لانگس. دنبال این اونایی که گفتی احسان همه درسته. همش درسته. ولی تهش بهت 5 و نیم 6 میده. اینایی که من گفتم 7 7 و نیم میده. پس اگه تو نمیاری نمرات هم بالا نمیره. سوال تا اینجا؟ questions؟ any questions up until here؟ اوکی میریم ادامه داستان. although complexes they need اینو نمیدونم خوندم نه میخونم. although complexes are attempted سعی کرده جملات کامپلکس بیاره. they tend to be faulty. tend to معنیشو باید بدونیم دوستان. tend to یعنی غالبا. سینونیم آفنه. سینونیم آفنه. جملات کامپلکس سعی کرده بیاره ولی عموم جملات کامپلکسش مشکل داره. and the greatest accuracy is achieved on simple. و تنها جملاتی دقیقه که جمله سیمپل آورده. هر جا بچه‌ها چون میخوام خیلی هم طولانی نشه اینو مثلا تقریبا فکر می‌کنم اوکی با این همه حرفی که زدم. یک کوچولو سریعتر بعضی از آیتم ما رو رد میشم با پیش‌فرض اینی که حرفایی که تا الان 1 ساعت رد شده زدم انگار میفهمید چی دارم میگم. اگه جایی متوجه نمیشین بهم بگین. Grammatical errors may be frequent and cause some difficulty for the reader. خطا زیاد داره. یعنی من میرم جلو استوب میخورم. میرم جلو استوب میخورم. میرم جلو استوب میخورم. د نداره، ا و ان نداره، استجم نداره. خوردری زیاد داره. همین مثل توی فوتبال نمیدونم چقدر فوتبالی هستی. یک سری خطا هست که مثلا از لحاظ سختی و درجه شدت کارت زرد داره. یک سری خطا از لحاظ شدت و اینی که کجا اتفاق افتاده تگ به تگ بوده کارت قرمز داره. یک سری از داور کارت میده بازیکن اعتراض میکنه میگه برو بابا این خطایی که من کردم کاری نکردم که تو انگشتم خورد. بعد داور میگه اینجوری میشمره میگه چرا تو 6 تا خطا پشت سر هم کردین. نمیدونم فوتبالی هستین و میدونین چی میگم یا نه. میگه تو 6 تا خطا کردی که شدتش از کارت زرد کمتر بوده ولی تو 10 دقیقه اخیر تو 6 تا خطا کردی. به علت اینکه زیاد خطا میکنی دارم بهت کارت میدن. این برداشت من از اینه. خطاات کوچولو موچولوئه ولی به هر حال تو اصلا دیگه من اون معنی رو نمیتونی انتقال بدی. نمره چندیم دوستان؟ یه گریزی بزنیم به نمره 5. نمرت رو 5. Grammatical errors may be frequent and cause some difficulty for the خوندم. punctuation may be faulty. می که میگه برداشت دیگه. من میگم 50-50 یعنی 50% جملات اوکی 50% اوکی نیست. این شد نمره 5. حالا از این به بعد اونجایی که ماها توش هستیم. A mix of simple and complex sentences form is used but flexibility is limited. همون چیزی که گفتم. دوستان جملات کامپلکس شما هر چیزی که جمله ناقص بچسبه به جمله کامل میشه کامپلکس. جملات شرطی adjective clause اسم دیگه‌اش relative clause، noun clause، adverbial clause. حالا مدل‌های دیگه هم الان حضور ذهن ندارم و احتمالاً بگیر چند مدل دیگه که سیمپل شما گوگل که بکنی اینا رو بهت میده. یک ویدیو هم هست که هر 4 تا تایپش یک مدرس خارجی تیچ کرده
اگه لازمه بگین فوروارد کنم، اگه نه تو همون گروه‌های رایتینگ 1 و رایتینگ پیری اگه باشین سرچ کنین سنتنس تایپ ویدیو رو براتون میاره. همه رو بنده خدا کامل تیچ کرده. یعنی کامپلکس میاری همش جملات ایفه. دیگه who which و that و فلان اینا نداره. Examples of more complex structures are not marked by the same level of accuracy. جمله سیمپلات از هر 10 تا 9 تا درسته. جمله کامپلکسات از هر 10 تا 2 تا درسته. درصد و درصدیه دیگه. متوجه چی میگم؟ یعنی مثلا 5 تا کامپلکس آوردی 4 تاش اشتباهه. ولی 5 تا سیمپلت 4 تاش درسته، یکیش اشتباهه. این یعنی یک دست نیست. میاد نمرت روی همین نمره‌ای که الان روش صحبت میکنیم 6 میشه. آره بله. errors هر من کوچولو سرعت رو بیشتر کردم اگه جای گنگه بپرسیم. errors in grammar and punctuation occur خطا داره but rarely impede communication. یک لول بزرگ از 5 اومد بالا. یعنی اینو من میفهمم اینو اینجا مثلا اینو میخواسته بگه، نقطه میخواسته بذاره، کاما نمیخواسته، میفهمم ولی خطا داره، میشه 6. اینا تفسیری دوستان، به این خاطر که شما به 2 تا معلم اگه بدی ممکنه یک کوچولو نمره‌شون به شرطی که معلم زبان رایتینگ باشن واقعا ممکنه نمره یکم اختلاف داشته باشه. خب یه کوچولو چون میخوام جلسه خیلی خسته کننده یا طولانی نشه میرم جلو. 7 بذارین یک ریچک بکنم. خب این جایی که دیگه خیلی باید دقت کنیم که چی میخوان. A variety of mixed complex structures used with some flexibility and accuracy. گوناگونی صحبتاشو کردم دیگه، بیشتر شده. فلکسیبیلیتی این خیلی تفسیریه، من تفسیر من اینه، نمیدونم چقدر درسته. همون حرفی که گفتم، یک دونه جمله شرطی آوردی از کامپلکس ها، دوباره که خواستی استفاده کنی شرطی رو اومدی مثلا نوع سوم استفاده کردی، یک دونه ادجکتیو کلاس آوردی، حالا این یک مقدار میره بالاتر، یک دونه ردوست ادجکتیو کلاس مثلا آوردی، توی اونا فلکسیبیلیتی بیشتر داره دیده میشه از اون نمره قبلی. grammar and punctuation are generally well controlled. تسلط خوبی داری روی گرامر و این. and error-free sentences are frequent. اکثر جملهات خطا نداره. پس شما میتونی نمره 7 بگیری با وجود داشتن خطا، حتی 9 میتونی بگیری. حالا اگه بریم بالاتر پس ما خطا خیلی جبهه‌ای نداریم. روی این درجاتش جمله سیمپل و خطا داری، فریکونسیش چقدره، روی اینا بحث داریم. If errors in grammar may persist، یک سری خطاهایی که از اول تا آخر مثلا هر جا که کاما میخواسته کاما اند، اصلا کاما اندا رو بدون کاما گذاشتی، persist دیگه ادامه داره. But these do not impede. ولی من میفهمم شما اگه جمله باشه که با اند با جمله بعدی کنک کرده باشه که طبق قوانین کمپاند کاما انده و کاما ها رو نذاشتی، جملاتو که من میفهمم که کاما رو نذاشتی، ایمپید نمیکنه کمیونیکیشن رو. مثل اون جمله‌ای که از رایتینگ دوستمون آوردن پای تخته، میفهمم چی گفتی دیگه، به کار به علامت تعجب و سوال نمیکشه. پس این خیلی شاخص خوبیه. نمره 7 مثل یک شاخص عمل میکنه. اگر رایتینگ نوشتی و علی توکلی تصحیح کرده و اون علامت مخصوص حاکم بزرگ رو گذاشته، 3 تا تعجب 3 تا سوال زیاده، یعنی اتوماتیک زیر 7. غیر ممکنه که اون زیاد باشه من باید تاش 7 داده باشم. ممکنه خطای انسانی باشه، خسته بودم، حواسم نبوده، خطای تایپی بوده. ولی اگه زیاده زیر 7، حالا 6 یا 5 باز بحثش شدم. در ضمن دوستان تو اون ریز نمراتی که ممتحن میده، اگه نمرات منو دقت کرده باشین، نیم نداره. تو نمرایی که اون پایین رایتینگ تو می‌نویسم نیم نداره. حاصلش تبدیل به نیم میشه. مثلا شما رایتینگ میشه 6 و نیم. پس اینا دیگه بند نیم نداری. بعد وقتا برای خودم سخته که 6 بدم اینا مثلا، یا 7 بدم، یا 5 بدم، یا 6 بدم. دیگه بکسم گردش میکنم. به این خاطره که اون تقریبه رو شما همیشه باید مد نظر داشته باشید. نمره 8 که ببینیم چه کار شاید بشه گرامر شما 8 بگیری. ایرادی نداره. لغت رو مثلا بیار مثلا رو 6. شاید قدرت گرامری تو بتونی بالاتر ببری. A wide range of structure is flexibly and accurately used. تنوع خیلی بیشتر توی جملات. همه مدل انواع اون مقایسه یا با ER، دابل کمپراتیو، از همه مدل داری. حالا اینا که میاد رو ذهنم، اگه باز بشینیم فکر کنیم ممکنه خیلی بتونیم طیف رو بیشتر. جملات اسمیه there is there are، با جملاتی که فاعل، فعل، پسیو، اکتیو، اینا همه انواع خیلی بیشتره، دقتش بیشتره، تنوعش هم بیشتره.
The majority of sentences are error-free and punctuation is well. اینجا majority میگه. دقت کنید بچه‌ها کلمه ها فرق داره. اونجا میگفت generally well controlled. اینجا میگه majority error-free. اینجا دیگه توقع 95% از نظر من. یعنی از هر 10 تا جملت 9 تا حتما درسته. And punctuation is well managed. مدیریت کردی. خطا دیده نمیشه. Occasional non-systematic errors. این تعریف میستیکه. یعنی اروری که occasional باشه، گهگاهی باشه، سیستماتیک نباشه. این سینونیم میستیکه. چیزی که اول جلسه گفتم. Mistakes and inappropriacies occur. میستیک داره. درست به کار نبرده. ولی معنی رو میرسونه. But have minimal impact on communication. ولی اون ارتباط رو مختل نمیکنه. اثر بسیار جزئی داره. مثلا شما حال کامل استمراری بهتر بوده استفاده میکردی، حال کامل آوردی. یا پردیکشن تو، این میگم تفسیر منه. پردیکشنی که ادله و شواهد با بی گوینگ تو باید بیاری. مثال میزنم با ویل آوردی، برای پردیکشن رو کردی، فیوچر رو درست آوردی، ویل آوردی. ولی من نمیدونم این به این میخوره یا نه. صرفا احساس میکنم چیزی که نزدیک به اینه همچی چیزی میشه. یعنی شما میخواستی راجع به آینده بگی، پردیکشنی بوده، دیتا داشتی، باید با بی گوینگ تو می آوردی، ولی با ویل آوردی. معنی رو عوض نکرده. سیستماتیک هم نیست، یعنی جمله خراب نشده. نمره 9. A wide range of structure is used with full flexibility and control. A wide range of. اینجا نگاه کنین میگه که full flexibility. کلمه full رو داره. اینجا تقریبا دیگه عدد به 100 داره نزدیک میشه. یعنی تقریبا خطا نداری. Punctuation and grammar is appropriately throughout. همه چیز سر جاشه. Minor errors are extremely rare. دقت کنید دوستان اینجا بود. شما خطا دارید، نمره 9 هم میتونی بگیری. پس اینو من از خودم در نمیارم، از جیب عقبم در نمیارم. Minor errors. کلمه دیگه برای minor errors سینونیم میستیکه. در رفته از دستت. در رفته. Are extremely rare. خب extremely تفسیرش چیه دوستان؟ یعنی شاید چه میدونم اگه مثلا چه میدونم 70 تا جمله تولید کردی تو 2 تا جمله. And have minimal impact. معنی رو به هیچ وجه عوض نمیکنه. این شد نمره 9. ویدیوهاشو اگه نفرستاده بودم با فوروارد درس بعدی احتمالاً خواهد بود. اگه نبود بگین جدا بفرستم. 4 تا مینی ویدئویی ترم قبلم هست. قطعا میتونن ترم قبلم نگاه کنین. بقیه اینا بچه‌ها اینجا به نسبت مؤسسه یکم بعدش دست خودمونه. کمتر شد بیشتر شد. اگه نیاز بود برای حالا این جلسه دیگه خیلی تکراری میشه. بس اول جلسه بعدی مطالعه کردین لکسیکال و تسک ریسپانس و کوهیژن کوهرنس، چون مهمه اینو میگم. مطالعه کنین. اگه نیاز بود، یعنی نمیفهمیدی که آقا تو هر دفعه رایتینگ داری مثلا 5 میگیری سی هیچ وقت هم 5 6 نشون، کجا داریم مشکل داره؟ اگه جای متوجه نمیشین، برخلاف خشک بودن برنامه ترم راهگویندگان که من باید جزوه‌ام میبستم که کسی شاکی نشه، اینجا دست خودمونه. حالا ته جزوه 2 صفحه کمتر شد، نیت اینه که کار بشه ها، نه که مثلا فله‌ای کار کنیم. برنامه داریم. مثلا شما جلسه 5 میای با توافق با 3 نفر میگین که آقا مثلا کوهیژن کوهرنس رو جلسه 5 ها رایتینگ ها رو نوشتیم، این نمره رو یک عدد گیر کرده. باز کلاس دست خودمونه دیگه. میگی توکلی بیا یک جلسه، نه یک جلسه کامل، مثلا 30 دقیقه از یک جلسه رو به سی ها رو بگو بهمون. ما سی هامون اوکی نشده. پس در طول 10 جلسه که با هم داریم هم هر جا لازم بود به فراخور اینا رو بهم. خب سالی میگه LR رو کم میگیرم و CC. خب اینا رو بخون اگه لازمه، یعنی خیلی حاده. الان من شروع کنم تیتروار یک توضیح بدم. بذار حالا من تیتروار میگم. دوستان LR لغتای سطح بالاتر. اگه نمیدونین لغات سطح داره، اینجا باز از امتیازات کلاس آنلاین من میرم اینجا دیکشنریامو میارم. اون دیکشنری بود که همیشه توصیه میکردم، میگفتم لیست دیکشنری ها. الان اینجا توی این پینایی تبایی که میبینین هست. الان همین کلمه پایتخته چه کلمه دوستان و چه سطحی داره؟ سطحش رو پایین سمت چپ زده. دیکشنری آنلاینی که مرج رایگانه، لینکاش همه تو گروهاتون هست. چه سطحی داره کلمه سمت چپ؟ حداقل بگین که صدام هست.
B2. B2 میشه 6.5. خب شما اینو نوشتی اینترستد، خودت میخواستی بگی اسپیکینگ هم همینه A2. خب شما با اینترستد نوشتی، من به چند میدم؟ بهت میدم یک لحظه اجازه بده، بهت میدم 4. ما میگم چرا ما 4 دادی؟ خب خودت اینترستد نوشتی، منم بهت نمره لغت تو بهت دادم. I am interested in sports. حالا من نوشتم گفتم I'm passionate about sports. خب 6.5 میگی، 6.5 قطعی. تازه اصلا بعضی از لغت ها من حس میکنم که اصلا B2 پلاسه، اون حس تجربه خودمه، یعنی این B2 پلاسه واقعا. شما میخواستی بگی مثلا بای، رایتینگ نوشتی گفتی بای، پایین سمت راست چه سطحی میده دوستان؟ A1 نمرش میشه 3.5. من اومدم گفتم purchase. چیزایی که میگیم A زن برای اسپیکینگ هم هست. بعد پرچس که میگیم دفینیشنش باید نگاه کنیم ها، همون باید باشه، یعنی to buy something. اینجا بای باید ببینیم 6.5، به شرطی که اینا درست استفاده بشه، سر جاش باشه، یک دستی داشته باشه، بافت کلام. 1001 شرط دیگه هم 1001 نه چند شرط دیگه هم داره. پس شما اومدی از اول رایتینگ تا آخر رایتینگ راجع به شاپینگ بوده که همین درسی که اگه پیش مطالعه کرده باشیم این راجع به شاپینگ کنه، همش گفتی بای. اصلا پرچس رو صفر بار استفاده کردی، لغت طبیعتا بالا نمیاد. تنوع، سطح بالا و درست استفاده کنی. یعنی مثلا اگه رایتینگه اینافو داری، کلمه اسپوکن توریه A2 میده، اسپوکن A2 نمره 4، بیا بگو sufficient. B2 ریتن نمره 6.5. در دل دفینیشنش اینافو باید داشته باشی. داری؟ بله. این لغت CC انسجام درون پاراگراف و انسجام بین پاراگراف ها. خب اگه این رایتینگ شماه دوستان، این رایتینگ کلن، این حرفایی که زدی CC کسایی که با اون رایتینگ یک داشتن، مصطفی رو میدونم، احسان میدونم که نداشته، از امیر سالت یادم نیست که بودیم با هم یا نه. کلیه مطالب رایتینگ یک CC بود، نمیدونم چقدر یادتونه. پس اگه CC کم دارین به این ترم ربطی نداره، شما باید بری جزوه رایتینگ یک رو بخونی. خب CC یعنی چی؟ ارتباط درون پاراگرافی، جمله ها لاجیکل اوردر داشته باشه، کنکترها مثل اند و بیکاز و آلدو اینا به طریق منطقی استفاده شده باشه، خیلی کم نباشه، خیلی زیاد نباشه، تو فریکونتلی نباشه، و ارتباط بین پاراگرافی. یعنی مثلا اینجا بیای بگی on the one hand, on the other hand. اینا مثال، حالا خیلی داستانه دیگه هم هست. اینجا بیای بگی in conclusion، اینجا بیای بگی nowadays. من میدونم که شما اینجا داری مقدمه میگی، تعیین بیای بگی in this essay I will write about. دارم میدونم من هدایت میکنی به اینجا. on the one hand داری یک سمت موضوع رو میگی، on the other hand in conclusion. در دل این پاراگراف ها ابزارهایی که داری firstly, secondly, finally، اینا هر چی که میگم میشه رایتینگ یک. اینا رو داری میشه CC بالا. اینا بچه خلاصه شو، ریزکاری زیاد داره دیگه. ریزکاریش میشه جزوه که اینتر 10 جلسه قرار کار کنی. اگه همشو بخوام بگم انگار میشه، انگار جزوه رو باید بشنم بگم. این ارتباطات ضعیفه. اونایی که شما رایتینگ هایی که کم گرفتید علت CC اونایی بوده که اوورویو نمی نوشتی. علت اصلی CC نداشتن اون چند تایی بود که اصلا تو آخری هم یک دونه صالح بدون اوورویو بود. چرا رو نمیدونم. حواست پرت میشه. در حین انجام کار دیگه رایتینگ می‌نویسیم. بس من یک عکس از این میگیرم، این میشه CC. اینجا من تمامم و میخوایم بریم درس رو شروع کنیم. باز چون صحبت نمی کنیم من چشمم به چت باکسه که اگه چیزی هست اونجا بگیم. خب میریم سراغ جزوه. اینم جزوه بود ها، منظوری که در دل دروس میریم که این 8 دقیقه باقی مونده رو
ببینیم که اونجا داستان از چه قراره. خب بچه‌ها من برنامه‌ای که چند صفحه پیش مطالعه کنین رو زدم، یک علامت پلاس زدم. یعنی مثلا بذاریم بیارم اینجا براتون. اینجا که توی گروه جنراله بذاریم اونم پین کنم. میخوام یک دست باشه. حالا این جلسه یک از بچه‌ها گفت نخوندم. هرچی یک دست باشه به نفع خودتون. دوستان این 13 پلاس 17 پلاس 21 پلاس پلاس خورده، یعنی هرچی بیشتر بهتر. این 46 صفحه بر مبنای 2/3 جزوه تا نمره 5.5 1/3 تا نمره 6.5 1/3 این تا 6.5. اینجا که تعداد کلاس کمتره و میشه یک دسته بیشتر ایجاد کرد. اگه شما بخونیم ما وارد میشیم مثلا 1/3 آخرم تیچ میکنیم تا هر جایی که بتونیم. قولی نمیدم. اینو قول میدم بهتون که شما ته کلاس من انگار روی کاغذ 6.5 داشته باشین. هرچی که باز پیش مطالعه کنین همکاری کنین 10 جلسه، یا اگه باز توافقی اینم الان به فکرم رسید، همین الان فعل بداهه یک جایی یادداشت کنین یا با حافظه بسپارین، همین الان فعل بداهه به ذهنم رسید که من اگر موافقم. لازم بود که یکی دو جلسه اگه نیاز بود اضافه کنیم. هزینه جلسات مشخصه که شما انقدر دادی شده 10 جلسه، یک جلسه میشه انقدر، جدول تناسب. اگه خواستین اون آخرا کاور بشه شما میتونین 2 تا جلسه بچسبونی به این ترم، اینم بشین روش فکر کنی، یا مثلا 3 تا جلسه به تهش بچسبونی اگه نیاز داشتین و خودتونم توافق داشتین. چون اینجا یک امتیازی که داره، ما اون قوانینی که 10 جلسه باید باشه رو نداریم. میتونیم 13 جلسه‌ای باشه ترممون، 12 جلسه‌ای باشه ترممون. اینم همین الان فعل بداهه بزنم رسید. به نظر میاد بدی نیست که ورود پیدا کنیم اون 1/3 افتونیم. اگه نه که تا آخر این همون حرفی که ترم قبل می‌زدم، شما تا آخر 1/3 شما رایتینگ تسک 2 رو فهمیدی، اصلا میتونی پاشی بری امتحان بدی. هی اون روی دقیقاً کاری که ترم قبل، روی جزئیاتش، روی سی بهتر، روی لغت بهتر، روی تایپ هایی که میشه رایتینگ رو آورد، رو اونا بحث میشه. پس من اینو پین کردم، این حداقله و میرم توی جزوه و ادامه داستان. خب نکته خیلی مهمی که داریم دوستان، هر جا که اینجا تیتر داره درس ها، اینا تاپیک های رایج آزمون آیلسه. یعنی اگه گفته کنسیومریزم، شما اگه ایده ای نداری یا ایده کم داری یا لغت اختصاصی، بهش میگیم topic word vocabulary. topic related vocabulary یعنی چی؟ یعنی شما کلمه مثلا بای رو که میگی پرچس، خب این به خیلی از تاپیک ها میخوره. ولی مثلا وقتی میای میگی، بذارین از همین درس استفاده کنم، وقتی صفحه 15 میای میگی cashless society، cashless society این کلمه اختصاصی این تاپیکه. tight budget بودجه‌ای که کمه، این کلمه اختصاصیه. اینو متوجه میشین یا نه؟ مثلا راجع به آب و هوا کلمه اختصاصیشو بلدی، راجع به اقتصاد کلمه اختصاصیشو بلدی، کلمه‌های عام نه. اینا نمره لغت رو خیلی میاره بالا. پس اگه راجع به کنسیومریزم وقتی میگیم کنسیومریزم هیچ ایده ای نداری، نمیدونی چیه، اطلاعات کمی داری یا لغت خیلی کم داری از اون کتاب لغتایی که قبلا معرفی کردیم که باز اگه لازم تو گروه بگین، باید بری. اونا تاپیک بندیه، کتاب لغت‌ها تاپیک بندیه. اولا که باید همشو بخونی، ولی اگه تایمت کمه این تاپیک رو از اون کتاب لغت بردار، لغتاشو بخون. پس تک تک چیزایی که اونجا تایتل درس میشه، مثل اینجا در اینجا کنسیومریزم، شما باید خیلی اطلاعات داشته باشی که بتونی راحت بنویسی. اگه نداری اینو باید پوشش بدی. Writing this unit you will organize part 2 essay. part 2 رو یاد میگیریم. Write an introduction. اینجا باید میگیم چجوری introduction بنویسیم. Write about points for and against and give your opinions. معمولاً 2 تا بادی داریم. معمولاً باید 2 تا سمت یک موضوع رو پوشش بدی. حالا به انواع مختلف. Agree, disagree, advantage, disadvantage. به این خاطر اینجا for and against آورده. احتمالاً agree, disagree رو میخواد تیچ کنه. و give examples and evidence to support your views. دقیقاً میشه مباحث باز رایتینگ 1. چرا میگم رایتینگ 1 چون اونایی که خوندن برام مرور کنم. یعنی شما موازی با این ترم با جزوه رایتینگ 1 کنار دستت باشه، موازی هی بهش مراجعه کنی و بخونی. و کسایی که مثل احسان نبودن که مشتاق بشه و بره اونو بخونه. تا اینجا سوال؟ No. So we're just going to continue.
خب از همین این LR دوستان، تنوع لغت باید داشته باشی، همش نیای تو کل رایتینگت بگی advantage disadvantage in my opinion. اینجا رنج میده برای good points مثلا 3-4 مدل یاد بگیری بگی، برای bad points 3-4 مدل یاد بگیری بگی، برای اون بزرگوار دیگه opinion هم 3-4 مدل یاد بگیری بگی. یک چکی بکنین، نفر یک ستون برام بخونی اگه میتونی صحبت کنیم. We start with مصطفی ستون اول. good point, advantage, advantages as advantages, positive aspects and benefits. very good very nice. پس شما رایتینگ دارین همش نمیگین ادوانتج، یک بار ادوانتج میگین، یک بار بنفیت میگین، یک بار پوزیتیو اسپکتس میگین. تنوع لغت میشه. مشخص شد میخواد بچه‌ها توضیح بدم؟ next احسان bad points. اینجا باید disadvantages رو بگیم، negative aspects رو بگیم یا و فکر میکنم استاد باید drawback رو بگیم. دیدی drawback or drawbacks؟ drawbacks رو باید بگیم. یا drawbacks کاملا یعنی چی درسته. استاد drawbacks؟ فکر میکردم از اینکه این کلمات در یک ستون اومده مشخص باشه. استاد به چه معنیه drawbacks؟ کلمه‌ای که توی یک ستون اومده یک معنی داره، یعنی شما معنی یکیشو که بدونی معنی همشو خواهی دونست. آها فهمیدم. خب چی میشه الان؟ برعکس بنفیت دیگه، یعنی اگه یه فایده باشه با فارسی یک بگو. چیز ضررش نقطه جوری بگم استاد، خب میفهمم ولی نمیتونم بگم. یک نفر فارسی بگه. نوشته توی چت آره. باکس. کلمه‌ای که زیر ستون میاد یک معنی داره که زیر یک ستون میاد. شما یکیشو که بدونی بقیه‌اشو میتونی بگی. این میشه رنج جنبه منفی، جنبه معایب منفی، معایب. معایب. اینجا اینا سینونیماش. توی have my screen guys. نه استاد داریم. خب بچه‌ها اینا بعضیاش اسپوکنه، یعنی شما استنگو نمیتونی تو رایتینگ بیاری. اینا دیگه رو از میتونی کجا بگی. بفهمیم استاد استاد؟ تجربیه، یعنی باید اینو دیده باشی قبلا. اینو با قبلا دیده باشی، شنیده باشی. اگه ندیدی و نشنیدی نمیای از توی دیکشنری کپی پیست بزنی، همونو دوباره مینویسی. به همین سادگی. پس شما اگه اینا رو بلدی، اینا رو میدونی، اینا رو دیدی قبلا، اینا آشنای برات. مثلا هیکاپ میشه سکسکه، جنس کلمش مشخصه که لحنش اسپوکنه. بعد چرا اینجا آوردن اینجا برچسبه. استاد؟ چرا نباید بیاره؟ اینفورمال. چرا نباید بیاره؟ دیکشنریه دیگه. وظیفه دیکشنری اینه که کلمه رو بیاره دیگه. چرا نباید بیاره؟ جزء رایتینگ نیست این دیکشنری الان. خب هرچی بیشتر کلمه یاد بگیری رنج بدی. اینا رنج که میگفتیم رنج یعنی اینا. حالا ببین مثلا الان شما چند تا از اینا رو بلدی؟ اگه یکی بلدی خب نمرت 5.5 دیگه. شما 5.5 بالا نمیری. بهترین تیچر ایرانم که استاد بگیری همه بازم اینا رو که 5.5. نمیتونیم استاد بجز اونایی که تو رایتینگ میتونیم استفاده کنیم هم که نمیتونیم همشو بیاریم به جای مثلا کلمه درابک. مثلا الان منم که نگفتم اگه همش بخوایم رو درابک رو بیاریم یک من میگم شما چند تا بلدی؟ جواب ندید. شما بگو چند تا بلدی؟ عددی. استاد من همون دیس ادوانتیجش رو فقط میتونستم بگم دیگه، بقیه‌اش شما میشه نمیتونستم. 5.5. سال شما چند تا از اینا رو بلدی؟ سطحتون رو بگم. من میدونم که اینا نمیاد. خودم من گفتم کلا نمیاد. همون دو تاشون رو بلد بودم استاد. نمرت میشه 5.5. مصطفی از بین اینایی که سبز کردین یا از تو اون نه ستونه؟ کلا
از بین اینا که سبز کردین 4-5 تاشو بلد. نمرت میشه 6 متوجه این چی میگم؟ صحبت من متوجه این؟ شما وقتی لغت کمتر بلدین خب رنج نمرت میاد پایین‌تر. استاد لغت رو باید ببخشید من بخونی، فکرم گرامر رو بخونی. جدول قبل دیگه من اینجا بیشترشو همه رو بلد بودم. حالا من که تیچرتم اما بیشتری رو بلد نیستم، تو چجوری همه رو بلدی؟ نه خب نه فعلا فقط بلد نبودم، وگرنه بقیه رو تو این سبزا رو همه رو بلد بودم. یا اوکی. زرد هم یعنی بلد نیستم. بعد اینا بسته به موضوع که فلا بگی یا مثلا دیفیکالتی بگی، اینا فرق داره. اینا باید بحث جدای فالت بگی، یعنی درست اومدن کلمه. اونجا شما فالت مثلا به اون رایتینگت فالت نمیخوره. اینی که سینونیم گفته کانتکست ها رو باید ببینی. بذار این مثال براتون بزنم. The major اینجا این بالا آبیه. The major drawback to dismiss it is that it can be very time consuming. ایراد اصلی این سیستم ایراد عیب. اوکی؟ عیب اصلی این تو سیستم یکی این از متد اینه که تایم کنسومینگ. تو اینجا یکی از مثلا رایتینگ های دیفیکالتی نمیتونه بیان. یه جوریه جان. تو یکی از رایتینگ های منم بود که من نیر رو استفاده کرده بودم ولی شما گفته بودیم باید کلوز استفاده کنی. آفرین. صرف اینی که سینونیمه نمیتونی برداری هر چیزی رو به جای هر چیزی بذاری. اینا رو باید بشناسی. باز اگه سوال اینی که از کجا، تجربیه. این شما باید کتاب خونده باشی، کتاب زیاد بخونی. تو فیلم ها اینا خب به درد رایتینگ عملا نمیخوره. متاسفانه فیلم به درد اسپیکینگ میخوره. به درد رایتینگ، به رایتینگ کمک زیادی نمیکنه. اینم از این. پس شما این صفحه 2 تا مطلب مهم داشت. تاپیک هایی که هر درس داره باید بری براش ایده و کلمه در بیاری. 2 رنج بدی به کلماتت. ستون آخر صالح پلیس. Opinion in my view personally all things considered. very good. پس شما هر دفعه که میخوای اپینین تو بگی، چون کلا تقریبا همه موضوعات تسک 2 اپینین اسیه. شما نظر تو راجع به یک موضوعی بگی. کاملا متضاد با تسک 1. کاملا متضاد با تسک. تیپیکلی یک بار شما توی اینتروداکشن نیازه که نظر تو بگی. یک بار بعد پرافریز کنی گفتن نظر تو در پاراگراف. اینا همه رو توی جلسات خواهیم گفت. پاراگراف کنکلوژن و در دل بادی ها هم احتماله که بخوای بگی. پس شما 3 تا که بلد باشی کار راه میفته. کتاب چند تا آورده؟ 3 تا. 3 تا رو 3 مدل بیار. بریم صفحه استاد بعدی. الان این یا جزوه چند تا یونیت داره؟ الان بر مبنای 7.5 داری میگی؟ آره. بر مبنای 7.5 13 تا یونیت داره. خب از این 13 تا مثلا ما بریم این کلماتشو حالا میگین شما باید بلد باشین و بریم پیدا کنیم، انگار ما 13 تا موضوع مثلا چیزی ممکنه یه موضوع دیگه ای بیاد اصلا تو آیلتس. نه ممکن نیست. همینه موضوعاتش همینه. نیست؟ نه. آها. اگه اینجوری باشه یک بهتر. دامنه از موضوعات داره دیگه. هرچی از چیزی که نمیارن که. دامنش همینه. شما دامنه رو که پوشش بدی اوکی. باشه من کتاب معرفی کردم دیگه. شما این کتاب وکابولری فارسی که میشه بخونی نمرت رو گرفتی. دیگه دنبال چی میگردی؟ ساده کن به جایی که پیچیده کنی. دوباره بفرستم یا همه میدونی کجای و فرستادم؟ کدوم استاد چی رو داره میگه؟ دوباره مجدد لطفاً بفرست. Just a minute. Just a second. خب اگه الان چند ثانیه پیدا کردم که خب اگه نه که بعد کلاس میفرستم که الان وقت کلاس رو نگیرم. خب دوستان این کتاب تا نمره 7.5 رو به شما میده. همه تاپیکا رو هم سپورت میکنه. دیگه شما چی میخوای؟ اینو خریدمشیم. این کتابم تا نمره 8.5 رو به شما میده. اگه جدید خریدین عکس جلاش عوض شده. عکس جلاش فقط عوض شده. پس اینا رو من کجا میفرستم؟ صورتی شده. جلدش صورتی شده است. جدیده رو هم دم دست دارم اگه کنجکاو بودین.
اینا رو بچه ها میفرستم تو متریل. اینا رو میفرستم تو متریل. بعد اینجا وکابولری فایلز که بزنم، یعنی اگه رفتین جدید بخرین عکساش عوض شده. just a second. بذار اینجا سرچ کنم. رفتیم بازار باز یک چیزی نخریم. این رنگی شده سمت راست. استاد داره این همینو خریدم تا 6.5 نوشته زیرش نمرش. 2 تا جلد داره، نمیدونم چون جدید رو کار نکردم. تا 6.5 بعد تا 7.5 یا یکیش تا 6 یکی دیگهش تا 7.5. اینجا اگه لازمه چک کنم، اگه نه که بعد کلاس اینجا پیدا شد. این جلد جدیداش این شکلی شده که یک دونه چاپ کرده تا 6، یک دونه هم چاپ کرده تا 6.5. یکی از همکارا که چک کرده بود میگفت با اونم آپدیت ها این شکلیه. حالا اون یکی که من میگم 8.5 تو کدومش رفته نمیدونم. اون حذف شده، یکیشو دوتا کرده، اینا رو نمیدونم. حالا فعلا قدیمیاش هم اگه شما تو اینترنت بخوای هست، جدیداش هم هست. خودتون بررسی کنین ببینین با PDF میخواین بخونین، جدیده رو بگیرین، چیکار میخواین بکنین. تا اینجا سوال بچه‌ها؟ نو؟ خب میریم تمرین 2. Distances are from an essay on advantage and disadvantage of shopping online. خب یکی از تایپ های اصلی تسک 2، بذاریم من رو تایپ هم صحبت کنم چون جلسه اول تایپ ها رو باید بهتون بگم. اسکرین هست همچنان. تسک 2 از نظر من 3 تا تایپ اصلی داره که بعد این تایپ ها رو بعضی از بزرگواران مدلاش رو شاخه باز میکنه. من میگم آقا یک اپینین اسی داریم، یک دونه پرابلم سولوشن داریم، یک دونه هم تو کوئسچن اسی. حالا اگه شما رفتی یک وبسایتی یا جایی دیدی که مثلا به جای 3 تا تایپ علی توکلی مثلا 4 تا تایپ یا 5 تا تایپه، این اپینین اسی رو اومدن شاخه کردن. اپینین اسی رو باز ما میتونیم تبدیل کنیم به ادوانتیج دیس ادوانتیج، همین موضوع درس امروزمون. من فونتش رو یکم کوچیک کنم، خیلی کوچیک شد. پس ممکنه به این شکل بزرگواران دیگه شاخه کرده باشن. اگری دیس اگری که بعدم شما باید نظرتو بدی، و اپینین سنی که اصلا اپینین تو میخواد. اپینین سن شاخه اپینین. این کل تایپ های تسک 2. سوال راجع به این اگه داریم بپرسیم. تسک 2 تسک 2 question types. توضیح بیشتری میخواد بچه ها؟ yes no no. من اسکرین شات میگیرم. پس ما این درسی که هستیم با تایپ اول داریم شروع میکنیم، اپینین، و باز دوباره با شاخه اول ادوانتیج و دیس ادوانتیج. اینه که اصلا بدونیم چرا سوال این شکلیه. پس همونجا که شما دارین سوالا رو آماده میکنین برای جواب، من اسکرین شات اینو تو گروه میفرستم. question types.
میگه اینا از یک تسک 2 گرفته شده. اینا راجبه خوبیای یک این شاپینگ آنلاین میگه. بزن جی که توی رایتینگ ما تبدیل میشه به پاراگراف ادوانتج، یک پاراگراف. بعدیا رو میگه که میشه دیس ادوانتج توی رایتینگ ما میشه یک پاراگراف. or giving opinion یا جمله که اپینین رو میده که میتونه چه در اینترودکشن باشه، چه کنکلوژن، چه در بادی ها. مدل جمله. نفر یک دونه اگه بخونین و بگین که چیه، کار رو پیش میبریم. اگه جوابا رو دارین و اینا آسونه، بگین رد شین. جون جوابا رو که شما داری. به هر حال 2 تا گزینه داریم، یا نفر یک دونه شروع کنیم بخوندن. بذاری پس من ترتیبم بگم که خواستیم بخونیم. مصطفی، احسان، صالح. اگه اوکی و آسون و فهم کنین اینا وقتی تو کلاس عمومی آموزشگاه من مجبورم همه چیزو بگم. اینجا هر جا که بگین ما میفهمیم رد میشیم. متوجه صحبتم هستین؟ من متوجه میشم 1 2 3 تاشی که خوندم. یا خب اینا رو بهم بگین. مثل همون حالت کلاس باشه که همه چیز جزئی کار بشه، بچه‌ها بخونین، جواب‌ها چک شود. چون اونجا یک نفرم که نفهمه، من وظیفه‌م با معلم درس بدم. اینجا 3 نفریم عملا. پس هر 3 نفر داریم میگیم اوکی. خب به وقتی که این شکلی میگین من 1 2 تاش رندوم چک میکنم بعد رد میشه. مثلا رندوم، کاملا رندوم. 5 چی میشه؟ ادوانتج. ادوانتج. پس ما توی بادیا یک پاراگراف ادوانتجا رو مینویسیم، یک پاراگراف دیس ادوانتجا رو مینویسیم. باز کاملا رندوم. شماره 8 چی میشه؟ دیس ادوانتج بعد دیس پوینت. ادوانتج. آره. خب این اوکی شد. چیز خاصی من اینجا نمیبینم. هم کلیات رو دارم تو ذهنتون میارم. یک بادی ادوانتجا، یک بادی دیس ادوانتجا. میریم ادامه داستان. پارت 2 کوئسچن نیست. بچا پارت 2 که میگه منظورش تسک 2 ها. پارت 2 مثلا این چیزی عجیب غریبی تو ذهنتون نیاد که آقا پارت 2 یعنی چی مثلا. خب چون که کلاس آنلاینی که همکاری هم بچه‌ها میکنه یکم خسته کننده، من همش دارم حرف میزنم. I'm very very tired و میخوام رست ساعت برم. اگه سوالی دارین یا موردی هست الان بهم بگین قبل رفتن. خسته برای ضبط نباشید. جلسه خواهش میکنم. من برای خودم واسه ضبط میکنم ولی بازم یک یادآوری بکنین که اول هر جلسه تیچر ضبط کن، آخر هر جلسه تیچر سیو کن. چون اینه توی اسکایپ خودش سیو میشه. اینجا باید برید سیو رو بزنی اگه نگه میپره ضبطت. برای ضبط اینا که توضیحات رو دادم. اگه سوالی استاد نیست میریم خسته برای نباشید. دوشنبه. قربان شما. خسته نباشید. خواهش میکنم. خدا نگهدار بچه. خداحافظ لینک هم استاد. ثابته. خداحافظ. همین لینک هر جلسه با همین میاد. یک توی نوتاتون یک سیو مسیج جایی داشته باشین که دنبال نگردین. تو گروه هم پین شده. Take care. See you next استاد time. الان Yes. شما الان استاد من یک چیزی خارج از کلاس یه بحث فارکسی داشتم، میتونی سوالمو جواب بدین؟ بذار من ضبط رو قطع کنم. Just a minute.